در دوره سفر کاری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ناحیه وسه با اشتراک نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان در دهه زرکمر جامعه دهات میرعلی آباد ناحیه وسه کارخانه کارکرد سنگ و شغل مورد استفاده قرار داده شد. کارخانه مذکور در دایره استقبال از جشن فرخنده ملت 35 سالگی استقلال دولتی از جانب صاحبکار وطنی عبدالله سید احمدов ساخته شده. 8 نفر ساکنان محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. طبق اطلاع اقتدار استحصالی کارخانه در یک شبانه روز از 300 تا 350 متر کوبی قم و شغل را تشکیل می‌دهد. ساختمان کارخانه مذکور ماه ینور سال جاری آغاز گردیده در یک مدت کوتاه به استفاده داده شد. این کارگاه می تواند انشاءات‌های ساخته شونده و ساکنان محلی را با مسائل ساختمانی از جمله خون و سنگ و شغل با صرفه کمی وقت و خراجات زیادتی تامین نماید. صاحبکار عبدالله سید احمدov ابراز داشت که در آینده مقصد دارد با وارد نمودن دستگاه و تکنولوژی نوین حجم استحصالات را تا 2 برابر افزایش دهد. در این روز در دهه حسن آباد جامعه دهات توگرک ناحیه واسه کارخانه استحصال بتون و کارخانه کارکرد سنگ و شغل که از جانب صاحبکار محلی ساخته شده است افتتاح گردید. اقتدار استحصالی هر دو کارخانه در یک شبانه روز تا 500 متر کوبی بتون و سنگ و شغل بوده. اهالی دهه‌های جامعه دهات توگرک و بیرون از آن را می تواند با چنین مسائل ساختمانی تامین نماید. با کار انداختن کارخانه استحصال بتون و کارخانه کارکرد سنگ و شغل بیش از 12 نفر ساکنان محلی با معاش خوب و جای کار دائمی تامین شدند. باعث ذکر است که تحت توجه و غمخوری‌های رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سهم صاحبکاران وطنی در رشد ساحه صنعت مملکت و بهتر نمودن سطح نیکوحوالی مردم نظررس ارزیابی می شود. مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه‌های مذکور با اقتدارهای استحصالی گوناگون و تامین بیش از 20 نفر ساکنان محلی با جای کار دائمی و معاش خوب دلیل واضح گفته‌های بالاست.